تمرین سوم. انگشت اول قرار میگیره رو لا، لا دو لا دو، این میشه پنجه اول. پنجه دوم جواب میده سی لا سی دو. مجموع اینها میشه فراز اول ما. فراز دوم پنجه اولش مشابه پنجه قبلی هست، لا دو لا دو. این بار پنجه دوم جواب میده سی لا سول فا، فا هم میرسیم زد. در خط دوم همین جمله رو، یعنی کاملا مشابه با خط اولش رو میکنیم، فقط فراز اولمون پنجه اولش تغییر کرده، ر دو سی دو، بقیه مشابه سی لا سی دو لا دو لا دو سی لا سول فا و فرود بال کبوتری سول دو سول. با سرعت 80 اجراش میکنیم.